به نام خدا. روزی مردی از بازار عطر فروشان می گذشت. ناگهان بر زمین افتاد و بیهوش شد. مردم دور او جمع شدند و هر کسی چیزی می گفت. همه برای درمان او تلاش می کردند. یکی نبض او را می گرفت، یکی دستش را می مالید، یکی کاهگل تر جلوی بینی او می گرفت، یکی لباس او را در می آورد تا حالش بهتر شود، دیگری گلاب بر صورت آن مرد بیهوش می پاشید و یکی دیگر عود و عنبر می سوزاند. اما این درمان ها هیچ سودی نداشت. مردم همچنان جمع بودند. هر کسی چیزی می گفت. یکی دهانش را بو می کرد تا ببیند آیا او شراب یا بنگ یا حشیش خورده است. حال مرد بدتر و بدتر می شد و تا ظهر بیهوش افتاده بود. همه درمانده بودند تا اینکه خانواده‌اش با خبر شدند. آن مرد برادر دانا و زیرکی داشت. او فهمید که چرا برادرش در بازار عطاران بیهوش شده است. با خود گفت: من درد او را می دانم. برادرم دباغ است و کارش پاک کردن پوست حیوانات از مدفوع و کثافات است. او به بوی بد عادت کرده و لایه های مغزش پر از بوی سرگین و مدفوع است. کمی سرگین بدبوی سگ برداشت و در آستینش پنهان کرد و با عجله به بازار آمد. مردم را کنار زد و کنار برادرش نشست و سرش را کنار گوش او آورد، به گونه‌ای که می‌خواهد رازی با برادرش بگوید و با زیرکی طوری که مردم نبینند آن مدفوع بدبوی را جلوی بینی برادر گرفت، زیرا داروی مغز بدبوی او همین بود. چند لحظه گذشت و مرد دباغ به هوش آمد. مردم تعجب کردند و گفتند: این مرد جادوگر است. در گوش این مریض افسونی خواند و او را درمان کرد. حکایت برگرفته از کتاب مثنوی معنوی مولانا. گوینده: افشار.